در جنگل متراکم ابروان و موجه‌ها موجودی زندگی می‌کند که همه ما در دوره زندگی با آن روبرو می‌شویم، ولی به سختی کسی متوجه آن می‌شود. کرم‌های ریز دمودکس در غدد موهای ما زندگی و از پیه‌ها و سلول‌های مرده پوست تغذیه می‌کنند. آنها شب هنگام از ریشه یک مو حرکت کرده و به ریشه موی دیگر می‌روند. این حیوانات که کمتر از نیم میلیمترند به راحتی و با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شوند، ولی در سر بسیاری از ما یافت می‌شوند و تعداد آنها با سن افزایش می‌یابد. در بیشتر موارد بی‌آزارند و بیشتر عمر ما تشخیص داده نمی‌شوند.